و در ارتباط با اینکه چگونه آیه حجاب نازل شد، در تفاسیر روایت های مختلفی هست که بعضی ها را در درس گذشته عرض کردم. یه روایت معروف هست که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یه روز خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم خواسته ای را مطرح کردند. خود سیدنا عمر می فرماید قلت یا رسول الله، من عرض کردم یا رسول الله ان نساءک یدخلن علیهن البر والفاجر، همسران شما و در حریم خانه شما هر کسی می آید، هر انسان می آید، هر کسی کار دارد، انسانهای نیک و بد، خوب و بد می آیند. فلو حجبتهن، من آرزو دارم که شما دستور بدید از این به بعد همسران شما در حجاب باشند. اون زمان هنوز حکم حجاب نازل نشده بود. وقتی که این آرزو را و این تمنا را ایشون مطرح کردند و عنوان کردند، فانزل الله آیت الحجاب، خداوند آیه حجاب را نازل فرمود. این سبب نزول هست. واقعات دیگری هم هست، همه اینها میتونه در کنار هم باشه. اما عزیزان، در حجاب همونطور که در هفته گذشته عرض کردم حکمتهای بیشماری هست، نکات بسیار زیادی هست، فواید زیادی هست. مهمترینش اینه که حجاب سبب انسداد و جلوگیری از هر نوع کار بی‌حیایی میشه. ببینید زن را الله عزوجل طوری آفریده که حیا در زن غالب هست. زن حیاش در احادیث هست و ما هم میبینیم حیا زن نسبت به مرد خیلی بیشتره. هم از قرآن ثابته، هم از حدیث و هم از تجربه ما. خیلی تعبیرها هستن که مرد به راحتی میتونه اون تعبیرها را به زبان بیاره، اما زن نمیتونه. زن راحت نیست. خیلی جملات هستند که مرد به راحتی میگه، اما وقتی که جلوی زن گفته میشه زن سرش را پایین میندازه، چون الله عزوجل زن را طوری آفریده که فطرتاً حیا غالب هست. در قرآن کریم هم داریم که وقتی که سیدنا موسی از مصر فرار کرد و گریخت و به مدین رفت، اونجا دختران شعیب بودند، همه مردم داشتند از چاه آب میکشیدند، اما و وجد من دونهم امرأتین تذودان، یه گوشه‌ای ورای مردم، اونور مردم، دوتا زن را دید، دوتا دختر را دید که اینها جلوی گوسفندان خودشون را گرفته بودن، نزدیک نمی رفتن. چرا؟ خب مشخصه، چون که اینها زن بودند، حیادار بودند. حیا همیشه در زن غالب هست. در همین روایتی که ما در هفته گذشته خواندیم، انس رضی الله تعالی عنه روایت می‌فرماید که عروسی زینب بود، هنوز حکم حجاب نیامده بود، اما کسانی که در خانه زینب بودند، زینب خجالت میکشید، روش به طرف دیوار بود. پس الله عزوجل حیا را و عرض کنم که حیا بالا را در فطرت زن گذاشته. پس اگر دستور حجاب برای زن باشه، این مطابق با فطرتش هست، مطابق با اون سرشت و خصلتی که خدای عزوجل در وجودش گذاشته. علی ای حال الله عزوجل فرمود که باید زنهای خانواده دار، زنهای مسلمان با حیا باشند و حجاب داشته باشند، در پرده باشند، جلوی نامحرم ظاهر نشوند. اما بعضی از مردان که محارم هستند، خویشاوندان زن هستند به عنوان محرم، الله عزوجل اونها را استثناء می فرماید. اونها چه کسانی هستند؟ در این آیه شریفه آمده که آیه ترجمه میشه، خداوند میفرماد لا جناح علیهن فی آبائهن
ولا ابنائهن، گناهی نیست بر آن زنان در رابطه با پدرانشون، جلوی پدر میتونن ظاهر بشند. ولا ابنائهن، و جلوی فرزندان خودشون میتونن ظاهر بشند. ولا اخوانهن، و همچنین اشکالی نداره در رابطه با برادرانشون، جلوی برادر میتونه ظاهر بشن. ولا ابناء اخوانهن، و همچنین فرزندان برادر یعنی برادرزاده. ولا ابناء اخواتهن، و همچنین خواهرزاده، جلوی خواهرزاده ها هم میتونن ظاهر بشن. ولا نساء، اشکال نداره که جلوی زنهای مؤمنین. ولا ما ملکت ایمانهن، و همچنین در جلوی کنیزک ها، کنیزهایی که برای اونها کار میکنن ولو اینکه غیر مسلمان باشند، چون نیازی هست میتونن ظاهر بشند. البته بعضی دیگر از افراد، اینجا افراد نسبی ذکر شدند، افراد سببی ذکر نشدند که اونها در آیات دیگه هست. پدر شوهر هست، فرزند شوهر که از همسر قبلی باشد، و همچنین کسانی که به سبب رضاعت و به سبب شیر و شیرخواری اونها پدر باشند، برادر باشند، فرزند باشند، برادرزاده و خواهرزاده باشند، همه اینها محارم هستند. اما الله عزوجل در پایان این دستور می‌فرماید واتقین الله، از الله عزوجل پروا داشته باشند، بترسند. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، خداوند بر هر چیز حاضر و ناظر هست، همه چیز را تحت کنترل دارد. بعد از این دستور حجاب که اینها همه در راستای دفاع و حمایت از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود. کسانی که از آغاز سوره بودند میدونند که از آغاز این سوره تا اینجا گویا این سوره در دفاع از آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شده. اولا بحث دشمنان رسول الله بود، مشرکین، یهود، منافقین، که خداوند عزوجل از پیامبرش چه دفاعی فرمود و چه عتابها و توبیخهایی برای اونها بیان فرمود. بعد از اون وظیفه مسلمانان، اهل بیت، همسران رسول الله، بقیه امت در مقابل رسول الله، همه آدابی بود که مربوط به رسول الله بود. در پایان این احکام که این احکام همه درباره رسول الله است، الله عزوجل می فرماید، این آیه یکی از آیات معروف هست که در این آیه دستور صلات و سلام هست، درود بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. الله می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همانا خداوند و ملائکهش درود می فرستند بر رسول، بر نبی. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ای کسانی که شما ایمان آوردید، صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم درود بخوانید بر ایشان، صلات بفرستید بر ایشان، و سلموا تسلیما، و سلام بفرستید بر ایشان، سلام فرستادنی. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما عزیزان، در رابطه با درود و صلوات بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم لازم هست که مقداری عرض کنیم و توضیحاتی هست که خدمت شما ارائه میدیم. خدای عزوجل به همه ما توفیق فهم و سپس توفیق عمل عنایت بفرماید. اولا اینجا هست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند و ملائکهش صلات میفرستند. معمولا تو کتاب ها نوشته صلات هرگاه نسبتش به طرف خدای عزوجل باشد به معنی رحمت است، و هرگاه به طرف ملائکه باشد معنیش استغفار است، و هرگاه نسبتش به طرف انسانها مؤمنین باشد معنیش دعا هست.
یعنی وقتی میگیم خدا صلات میفرسته یعنی رحمت نازل میکنه، ملائکه صلات میفرسته یعنی طلب مغفرت و بخشش و دعا میکنند، و وقتی که میگه مؤمنین صلات بفرستند یعنی دعا کنند. اما اینجا یصلون برای خداوند و برای ملائکه، برای همه استفاده شده. بسیاری از علما مثل علامه ابن قیم رحمه الله اینجا اشکالاتی ذکر کردند که اینجا به اون معنا نیست که در رابطه با خداوند به معنای رحمت باشه، درباره فرشتگان استغفار باشه، مؤمنین رحمت باشه، بلکه صلات معنایش در اصل به معنای حنو هست، شفقت هست، مهربانی هست و نهایت انعطاف و مهربانی هست. معنایش اینه که خدای عزوجل ان الله و ملائکته، هم خداوند و هم ملائکه یصلون علی النبی، بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نهایت التفات و انعطاف و مهربانی دارند، توجه ویژه دارند. و اون انعطاف سبب چیه؟ اون توجه ویژه سبب نزول رحمتهای بیکران الهی میشه. لذا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، معنیش اینه که ای مؤمنین شما هم همون نظر لطف را، نظر التفات کامل به پیامبر داشته باشید. حالا خداوند که التفات دارند، انعطاف دارند، توجه و مهربانی و لطف دارند، یعنی خداوند از جایگاه عبده و رسوله بر اساس گفته شاه ولی الله رحمه الله حفاظت میکنند. این جایگاه عبدیت و رسالت یه جایگاه بسیار بلندی هست. سبحان الذی اسری بعبده، خداوند عزوجل در سوره بنی اسرائیل که ذکر معراج هست اونجا میفرماید اسری بعبده، در اون شب بنده خودش را، بزرگترین افتقار و بزرگترین جایگاه برای پیامبر در مقابل خدای عزوجل جایگاه عبدیت است و رسالت. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس وقتی که خدای عزوجل نهایتاً مهربانی و لطف داره نسبت به پیامبر عظیم الشان، معنیش اینه که جایگاه عبدیت و رسالت را الله عزوجل ازش محافظت میفرماید. و باز درود فرستادن، صلات فرستادن بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم حکمتهای بسیار زیادی دارد. بعضی از حکمتها و فوائدش را بنده خدمت شما عرض می کنم. یکی اینه که وقتی که ما درود می فرستیم در واقع خودمون از نسیمهای رحمت الهی، از نسیم رحمتهای الهی در واقع استفاده می کنیم. در حدیث شریف هست که رحمتهای الهی همیشه در حال وزیدن هست و شما مؤمنین به دنبال این رحمتها و به دنبال این نسیم رحمت باشید. و فرمود هر کسی که الله عزوجل بخواهد از رحمتهایش او را بهره‌مند می‌گرداند. حالا چگونه ما از این نسیم رحمت استفاده بکنیم؟ چه کاری بکنیم که ما مشمول رحمتهای الهی باشیم؟ علما میفرمایند وقتی که ما تعظیم شعائر الله داشته باشیم، شعائر الله را تعظیم بکنیم، ادای احترام نسبت به اونها داشته باشیم، این سبب نزول رحمتهای الهی بر ما خواهد بود. و شعائر الله زیاد هستند، اما بزرگترین شعائر الله که برای ما همواره حفظ اونها و تعظیم اونها لازم هست 4 تا هستند. 1 قرآن، 2 کعبه شریفه، 3 حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و 4 نماز.
اینها را وقتی که همیشه تعظیم بکنیم، قرآن را همیشه تلاوت بکنیم، به قرآن ایمان داشته باشیم، به دستوراتش عمل بکنیم، همیشه ادای احترام و بهترین احترام به قرآن تلاوت زیبای قرآن مجید است. صبح و شب قرآن را خواندن هست. وقتی که بخوانیم این شعائر الله را ما تعظیم کردیم، ادای احترام کردیم، این سبب نزول رحمت برای ما میشه. و کعبه شریفه که محل نزول تجلیات الهی هست، انسان سعی بکنه خودش را به اونجا برسانه، برای ادای حج، برای ادای عمره، خواندن نماز در اون مکان مقدس، طواف کردن، بالاخره اینها جز شعائر الله هستند. اونجا رحمتهای الهی نازل میشه. اونجا یه نماز به اندازه 100,000 نماز اجر و پاداش داره. لذا اونجا گویا رحمت، همش رحمت میبارد. و سوم عرض کردم شعائر الله رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در ملأ اعلا بزرگترین مقام را آن حضرت صلی الله علیه و سلم دارد، چون که ایشون واسطه نزول رحمتهای الهی برای اهل زمین هستند. لذا تعظیم آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم بر ما واجب هست و سبب نزول رحمت بر ما میشه. حالا تعظیم آن حضرت به چه صورت؟ خیلی صورت داره که عمده ترینش را عرض می کنم. هرگاه ذکر رسول الله و یاد رسول الله میشه، آن حضرت را با عظمت، با محبت یاد بکنیم و بر ایشون درود بفرستیم، صلات و سلام بفرستیم. این صلات و سلام فرستادن دلیل محبت ماست، دلیل اینکه ایشون، عظمت ایشون در قلب من جای دارد و همچنین وابستگی ایمانی با آن حضرت صلی الله علیه وسلم داشته باشیم، نسبت به آن حضرت وفادار باشیم، خائن نباشیم، غدار نباشیم، نسبت به دینش، نسبت به رسالتش خیانت نکنیم. و همچنین آن حضرت صلی الله علیه وسلم را همیشه درود بخوانیم و دعا خودش درودی هست در حق آن حضرت صلی الله علیه وسلم باشد. اینها را وقتی که داشته باشیم، این سبب نزول رحمت الهی میشه. و همچنین نماز که سراپا رحمت است، عبادت الله عز و جل است. لذا پس حکمت خواندن درود چیه؟ اینه که ما بهره‌مند میشیم. خدای عز و جل بر ما رحمت نازل میفرماید، روح آن حضرت خوشحال میشه، خوشنود میشه از ما و ما یه وظیفه‌ای که خدا فرموده در قرآن کریم انجام دادیم. و حکمت دوم خواندن درود و صلوات بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم، علما نکات زیبا و عجیبی نوشتن با درود خواندن دین خدای عزوجل و دینی که رسول الله با خودش به ارمغان آورده، این دین از تحریف نجات می‌یابد، ریشه شرک دور میشه. چرا؟ چون با درود خواندن این نکته در ذهن قرار میگیرد، در ذهن میآید که رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجود مقام بلند و بالایی که دارد، باز هم نیازمند رحمت و عنایت پروردگار است و ذات بی نیاز فقط خداست. یعنی با درود خواندن ما به توحید میرسیم، با درود خواندن ما متوجه میشیم که اون ذاتی که همه ما نیازمند او هستیم، ذات پروردگار هست. حتی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون ذات میخواهیم که بر رسول الله درود بفرستد، بر رسول الله رحمت نازل فرماید. پس در واقع درود خواندن نوعی چی هست؟ خشکاندن ریشه شرک هست که انبیا با وجود مقام بلند خودشون بنده خدا هستند، نیازمند رحمت الله عز و جل هستند. و دیگه اینکه وقتی که ما
درود بخوانیم ارتباط با روح آن حضرت صلی الله علیه و سلم برقرار میشه. روح کاملین بعد از این که از این دنیا می روند محو مشاهده حق است و با رب سبحانه و تعالی ارتباط دارند و التفات به جای دیگه ندارند. اما وقتی که بنده درود میخواند و درود به آن حضرت صلی الله علیه و سلم میرسد، انسان جوابی از آن حضرت صلی الله علیه و سلم، این روح بلند که محو مشاهده حق است، انسان جواب را در حدیث میاد که وقتی که کسی درود میخواند من جواب میدم، جواب را مشاهده میکنم. گویا که ارتباط با روح آن حضرت صلی الله علیه و سلم برقرار میشه که این بزرگترین فضیلت و بزرگترین جایگاه است. لذا درود و صلوات عزیزان به کثرت بخوانیم. حتی آمده که در جلسه‌ای که ذکر آن حضرت صلی الله علیه وسلم زیاد میشه، یک بار درود خواندن حداقل واجب هست و بعد از اون سنت هست. و کسی که بر آن حضرت درود نخواند، صلات و سلام نخواند، او بخیل هست. در حدیث آمده البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه. بخیل اون کسی هست که یاد و ذکر من پیش او بشه ولی بر من صلات نفرسته، بر من درود نفرسته. لذا ما بخیل نباشیم، به کثرت درود بخوانیم. هر اندازه که بیشتر درود بخوانیم روح رسول الله بیشتر خوش میشه، راضی میشه و جایگاه ما بالاتر میره. این درود فوایدش به ما هم برمیگرده، به ما هم زیاد برمیگرده. در روایت ها میاد کسی که درود میخواند بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم، خداوند عزوجل 10 نیکی به او عطا میکند، 10 گناه از گناهان او میبخشد، 10 رحمت بر او نازل میکند. این چیز کمی نیست برای یک بار درود خواندن. اما روش درود خواندن در حدیث شریف باز هم داریم. وقتی که این آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، صحابه عرض کردن یا رسول الله ما یاد گرفتیم، بلد شدیم چگونه سلام بفرستیم بر شما. اشاره هست که در التحیات آموزش داده شد از طرف الله عزوجل السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. لذا عرض کردم مؤمنین صحابه یا رسول الله ما میدونیم چگونه سلام بر شما بفرستیم، اما صلات چگونه بفرستیم؟ که اینجا فرمودند صلوا علیه و سلموا تسلیما، هم صلات بفرستید و هم سلام بفرستید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که بخواستید بر من صلات بفرستید بخوانید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این روش صلات فرستادن و درود فرستادن. علاوه از این درودهای زیادی هست، درودهای مختصری هست. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم. همین صلی الله علیه و سلم هم درودی هست. همه اینها درسته ولی بهتر اینه که انسان درود ابراهیمی بخواند. همه درودها فضیلت دارد و همه انشاءالله سبب رفع درجات ما میشه. لذا الله عز وجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم صلات بفرستید بر او. حالا که خداوند دستور داده یک بار درود فرستادن چون دستور خداست فرض واجبه، باید به این آیه عمل بکنیم. و بعدا بعضی میفرمایند در هر جلسه وقتی که ذکر آن حضرت واجبه و بعد به کثرت وقتی که یاد میشه و ذکر میشه باز بقیه اوقات مستحب هست. و سلموا تسلیما، و بر او سلام بگویید. سلام گفتنی و درود فرستادن و سلام گفتن را بر او بیاموزید. ادامه آیات
بحث داره انشاءالله میماند برای درس بعدی. الله عز و جل به همه ما توفیق عمل بده و همه ما را محب واقعی و متبع واقعی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.